لا إله إلا الله لا إله إلا الله. مورد دیگر امروز فرموله هایی که ما شما که می‌گذاریم حتی فرموله های جدولی فونکسی های ابتدایی و جدولی فونکسی ابتدایی از یاد کنتا افتادیم که فرموله ها با دو تا دیگه فرموله نحو داخل می‌کنیم. این فرموله چیزه اینتگرالی یک تقسیم ریشه یک طرح x کوادرات dx به چیزی برابر بوده است سینوس x، یعنی فونکسی ابتدایی به فونکسی یک تقسیم ریشه یک طرح x کوادرات چیزی بوده است سینوس x. برای فونکسی یک تقسیم یک جمع x کوادرات فونکسی ابتدایی یا اینتگرالش به چیزی برابر تانگنسی x. این اگه جا برمی آید این از وایسال ما گذاشته بودیم حاصله فونکسی های تریگونومتری چپه ارک سینوس، ارک تانگنس، ارک کتانگنس، ارک کوسینوس، اینها فونکسی های تریگونومتری چیزی بود چپه بود. خیلی بچه ها رفزنی معرفتنده من گفتم وایسال درس ما هست موضوعی نامش حاصله فونکسی های تریگونومتری چپه لکسی پوره با نمونه ها. گفتم من گوگل با یا یوتیوب با پرخشنه یا کدام براوزر با همین نام نوشته پویسک مگر جستجو مگر همین موضوع میبرد و این موضوع یک بار تکرار کرده تماشا کرده یک بار دیگه میفهمی. اونجا درباره حاصله بود اکو فونکسی ابتدایی برعکس حاصله کو فهمیدید می همون موضوع بندگر میفهمید که ها ارکسیس x حاصلش چه برابر بود یک تقسیم ریشه مینوس x کوادرات ارک تانگنس x حاصلش چه برابر یک تقسیم یک پلوس x کوادرات اکو برعکسش انا این چیز اینتگرال گیریم این هم بود. تمام انا این دو تا فرموله نه برای امروز فهمید برای امروز همین چیز برای حاضر یک چند تا یک دو تا مثال حل کرده نمونه کار کرده میبینیم. تماشا کنید مثال رقم یک نگاه کنید 2 تقسیم 3 dx یعنی که 2 dx تقسیم 3 ریشه یک طرح x کوادرات. این را فرمول یک تطبیق میکنیم. فرمول چند یک تطبیق میکنیم. برای این چه میکنیم 2 تقسیم 3 کوفیشنت اینتگرال خارج میکنیم میبریم 2 تقسیم 3 تحت اینتگرال به چی میماند بچه ها dx تقسیم ریشه یک مینوس x کوادرات. فهمید؟ اکنون برابری من فرموله شما امروز بدونید dx تقسیم ریشه یک مینوس x کوادرات اینتگرال از چه برابر بود؟ سینوس x 2 تقسیم 3 ضربی سه میشه سینوس x پلوس دائمی سی. فهمیدیم؟ انا تمام فکر کردم کار کردم میگیم فهمیدید؟ حاضر همین فرمول رو با ما مثال میذارم. اکنون دومش فرمول دو تطبیقش به یک تا نمونه نگاه کنید x کوادرات dx تقسیم x کوادرات جمع 1. اكو اینا صورتش هم یک هایو چه کنیم باشد کنی کی چی فکرش هست کی چی اندیشش هست کی اون پیشنهادش هست. تماشا کنید اینجا صورتش یک است اینجا صورتش 3 های x کوادرات چه کنیم که x کوادرات از بین بریم. بنابراین کم تبدیل میکنیم اهمیتی یاد گیرید چیکار میکنیم از بس که مخرج x کوادرات جمع 1 هست صورت به این مخرج بریم چیز میسازیم. فهمیدید؟ سیم شد x کوادرات جمع 1 از بس که جمع 1 از کدوم دادیم کو گشت همینه گرفتن ما در کار می گشت ترکیب. فهمیدید می تقسیم x کوادرات جمع 3 1 dx dx اینجا نوشتم اینطوری کسر بده. فهمیدید بچه‌ها؟ دو نمی اکنون اگر این چیز اعضای یکم گم اگر شما خاصیت کسر میدونید نه ا جمع ب چوکرا ممکن ا تقسیم 3 این خیلی هستن. انا این قاعده اینجا به تطبیق میکنیم. چه میشه تونی اینتگرالی x کوادرات جمع 1 تقسیم x کوادرات dx یک بار بخواه یک بار جدا نکنم شما فهمیتون نویسم
هر یک تقسیم چه میشه؟ x کارا پلوس یک dx. اکو اینا قاعده دومی اینتگرال گیری هایکو حاصل جمع. یعنی علاوه آیه ها میگیریم اینتگرال میگیریم. تماشا کنید x کارا جمع یک x کارا جمع یک چنین میاد؟ یک. پس اینتگرال یک dx. یک نمی‌نویسیم dx. مینوس بود مینوس اورم مونده. اینتگرال یک تقسیم چه x کوادرات جمع یک. فرمولا با مونان چه بعد یک جمع x کوادرات نمی‌سام هم فرقش هم dx برابری dx اینتگرال سه برابر x خودش یعنی که یک اینتگرال سه x مینوسی یک تقسیم یک جمع x کوادرات dx تانگنسی تانگنسی x پلوس سی مینوسی ایسا که من این مینوس اورم موندم تانگنسی چیزه همون بچه